ایرانی هفته آقای محمد نمازی است که از او به عنوان بنیانگذار شیراز نوین یاد میشه. آقای نمازی متولد سال 1275 در شیراز و فرزند حاج محمد حسن نمازی از تجار موفق و از خانواده‌های خوشنام و بزرگ شیراز بود. ایشون دوران کودکی رو اکثر در چین و هند گذروند و دوران جوانی رو در شیراز و بعد هم تهران. در سن 28 سالگی در سال 1303 به آمریکا رفت و این سفر سرنوشت او رو تغییر داد و نزدیک به 30 سال در اونجا اقامت کرد. عشق به ایران برای او همیشه زنده بود و پس از موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی به ایران بازگشت. در سال 1323 در بحبوحه خاتمه جنگ جهانی دوم بعد از بازگشت به ایران و شهر شیراز و دیدن اوضاع نابسامان مردم شهر شیراز، آقای نمازی تمامی تلاش و نیروی خودش رو برای ایجاد مرکزی طبی و بهداشتی برای درمان مردم فقیر و ناتوان به کار گرفتند و همینطور برای ایجاد سیستم مناسب آب لوله کشی، به طوری که شیراز اولین شهر ایران بود که دارای آب لوله کشی شد. بعداً آقای نمازی اقدام به خرید یکی از بهترین باغ‌های شهر شیراز به نام باغ کفشگر کرد و بیمارستان نمازی رو که در ابتدا به بیمارستان 500 تخت خوابی شهرت داشت در اون بنا کرد و بنیاد ایران رو پایه‌گذاری کرد. بعد از ثبت رسمی بنیاد ایران ایشون با تنظیم سندی اقدام به وقف بیمارستان کرد. در بخشی از وقفنامه آقای نمازی هدف و نیت خودش رو از تأسیس و راه‌اندازی مرکز آموزشی درمانی نمازی چنین بیان کرد: هدف و منظور از ایجاد مرکز طبی و بهداشتی مزبور این نبوده و نیست که مانند بیمارستان‌های معمولی دیگر فقط محلی برای آسایش بیماران باشد که چند روز یا چند ماه در اونجا بخوابند و استراحت کنند، بلکه منظور اصلی آن است که این مرکز مکانی برای دستیابی به پیشرفته ترین علوم پزشکی رایج در جهان و تعلیم و آموزش پزشکانی مجرب برای معالجه بیماران در این شهر و میهن عزیزمون باشه. از کارهای دیگر ماندگار این ایرانی خیر و میهن دوست در شیراز میشه از آموزشگاه عالی پرستاری نمازی شیراز و پرورشگاه نمازی نام برد. آقای نمازی در سال 1351 در شهر شیراز درگذشت. یادشون گرامی.